مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 سپتامبر سال 2022 از آشکار شدن باز یک حالت قلابی هنگام خرید فروش منزل‌های استقامتی در پایتخت خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده سال 2020 با راه فریب به باوری زن 34 ساله ساکن نویه واسه در آمده از او 225,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش در شهر دوشنبه منزل استقامتی دوجلگی گرفته می‌آید، اما او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به گمانبر شونده بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 1912 تا 1460 نشان دهنده برای اصابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقریبا هر روز درباره آشکار شدن موردهای نوبتی قلابی از جانب شهروندان خبر میدهد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است، ولی شماره واقعی حالتهای قلابی خیلی بیشتر است، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی کنند. ده ها موردهای قلابی مربوط به خرید و فروش منزل‌های استقامتی و اساساً در پایتخت تاجیکستان می باشند.